باشه زن زندگی آزادی و افزایش اعدام ها میبینید؟ درود. حتما همینطوره، برای اینکه اگر به آمارها نگاه بکنیم این تعداد اعدامی در سال 2023 در مقایسه با سال 2015 تا به حال با یک افزایش تقریبا 2 برابر نزدیک به 40 خورده‌ای درصد که تقریبا میتونیم بگیم که 2 برابر شدن افزایش اعدام هاست. بنابراین این ناگهانی، این افزایش ناگهانی تعداد اعدام ها در ایران قطعاً بی ربط به مسئله اعتراضات گسترده در بعد از مرگ مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی نیست. اما مسئله‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هستش که این هم در این گزارش اشاره شده و هم بسیاری دیگر از کارشناسان و فعالین حقوق بشر در این رابطه پیشتر نظر داده بودند که افزایش اعدام‌ها به منظور در واقع گسترش ترس در سطح جامعه ایران صورت گرفته. همونطور که بسیاری از معترضین جنبش اعدام شدن، بسیاری از در واقع مسائل مربوط به حمل مواد مخدر در منظورم اینه که در مجازات‌ها و جرم‌های دیگه هم ما با افزایش اعدام روبرو بودیم. خانم بنی هاشمی، شما حقوقدان هستید. در حکم اعدام در بسیاری از کشورها منسوخ شده، به خصوص کشورهای غربی. آیا این اعدام‌های گسترده جلوی جنایات رو میگیره و آیا دچار ارعاب در جامعه میشه؟ آیا جمهوری اسلامی به هدفی که میخواد میرسه؟ ببینید، این که به هر حال اثر اعدام اولین اثرش در واقع ایجاد خشونت در سطح جامعه هست و ایجاد ترس در دل مردم هست، این نمیشه این رو انکار کرد و این به جای خودش. اما باید سوال پرسید، مثلا بعد از هزاران اعدام دهه 60 آیا منجر به این شد که اعتراضات در دهه 70، در دهه 80، در دهه 90 و یا همین 1401 متوقف بشه؟ بنابراین نه در مورد اعتراضات در واقع این اعدام ها تونسته جلوی اومدن مردم توی خیابون ها رو بگیره و نه در مورد مسائل مربوط به قتل و اینها در واقع مؤثر بوده. و مسئله اعدام ها در ارتباط با مواد مخدر هم که بارها و بارها کارشناسا در این مورد صحبت کردن که ارتباط بسیار مستقیمی داره با وضعیت معیشتی و اقتصادی سطح جامعه. همونطور که می‌بینیم بیشترین اعدام‌ها به جرم حمل مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان که ما می‌دونیم که یکی از استان‌های محروم ایران هست صورت می‌گیره. در عین حال که گسترش ترس رو در داخل ایران پیگیری می‌کنه، ترس از در واقع عدم ترس از واکنش جهانی هم یکی دیگه از مسائلی هست که ایران رو ترغیب کرده که در واقع دست به اعدام ها بزنه بدون اینکه با واکنش جدی در سطح بین الملل روبرو باشه. حتی تا همین در واقع 2024 که در این آمارها نیامده، تا اواسط فوریه تقریبا نزدیک به 80 نفر اعدام شدن که چیزی تقریبا نزدیک روزی 2 نفر و نصفی تقریبا نزدیک به این میتونیم بگیم که آمار اعدام ها بوده. باز نکته آخری که میتونیم بهش توجه بکنیم این افزایش ناگهانی تعداد اعدام ها در طول ریاست جمهوری آقای رئیسی است. یادمون هستش که آقای رئیسی که در واقع در دهه 60 به جزو هیئت 3 نفره هیئت مرگ بوده، این هم نکته مهمی هستش که بهش توجه بکنیم که به هر حال رئیس قوه مجریه زمانی که نسبت به این اعدام ها واکنش نداره و ترس از مسائل در واقع همون واکنش های بین المللی در سطح جهان هم نداره، این هم به هر حال یک نکته قابل توجهی هستش که موجب شد که این اعدام ها به این اندازه رشد چشمگیری داشته باشه. ممنون برای حضورتون در برنامه. پگاه